حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قرارگاه عفاف و حجاب، فلان مجتمع قرآنی، فلان سازمان دینی، فلان نهاد اسلامی، هزاران مداح و واعظ و سخنران و 47 سال تملک صدا و سیما، آخرش هم دست به دامن هانی کرده بشی تا بیای تبلیغ حجاب و دین و مذهب کنی. وقتی از الهی قمشه‌ای میرسی به هانی کرده یعنی باختی، یعنی سیاست‌های فرنگی رو باختی، یعنی ایدئولوژی رو باختی، یعنی برنامه‌هات به شکست رو رسید. یعنی تمام این سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌هایی که بودجه رو میبلعیدن همه بی خاصیت به در نخور بود، یعنی هیچ خاصیتی نداشته. اینکه رئیس ستاد امر معروفت دزد از آب در میاد و فرمانده قرارگاه عفاف و حجاب بچه باز و یه لات به در نخور دوزاری در به داغون آدم فروش میشه سخنگوی ایدئولوژیت، یعنی همه راه اشتباه، یعنی همه برنامه‌هات غلط بوده، همه انتخابات نادرست بوده، یعنی باختی، بعدم باختی، یعنی جفت پوچ.